به هم مناسبت همه شما هم اولا من حاجی همه به همین روز مبارکشان مبارکباد میکنم از نام شما همه شما هم خدا انا همدیگر روزها اولا نصیب کردنش از پروردگار اجتماع میکنم و مناسبت همین اولا همین حاجی های من سفرشان برای تبریک سخن بس حاکم ناحیه محترم محمد جان منصور جان. السلام علیکم همدیاران عزیز، پدران مادران. من امروز خرسندی هر یک شهروند ما حد و کنار ندارد، چون که با توفیل مستقلی و با توفیل سیاست عاقلانه پرزیدنتمان سال بعد به دست آوردن مستقلی آرزوی دیرینه یک چند ساله خلق آسیای میانه خلق ناحیه و خلق ریسپوبلیک ازبکستان جامعه عمل پوشید که هر سال با شرافت سیاست عاقلانه پرزیدنتمان در اساس قرار پرزیدنت ریسپوبلیکمان شهروندان ناحیه ما و شهروندان تمام ریسپوبلیک ازبکستان دارای حقوق و امکانیت سفر حج کردن به دست آورده. ما امروز به همراه شمایان 16 نفر پدران ما و مادران ما که فرزندان کامل باید رسانیده با خلق خود وطن خود خدمت رسانده امروز دوره پیری خود را دیده ایستادند و سفر حج برای رفتن میسر شده ایستادند. من اولا از نام خودم از نام تمام رهبریت کارخانه تشکیلات ها و همه شما عزیزان که امروز برای گسیلانیدن این پدران و مادران عزیز ما به اینجا جمع آمده، من حاضر در کوچه برآمده بینیم تمام اهل خلق سوق برای گسیلانیدن فرزندان خود و پدران خود برآمده‌اند که وقتی قیمت خود را دریغ نداشته برای به سفر گسیلاندن آمدنتان این هم یک نشانه انسان دوستی و عاقبت نوکی شما دانسته منتداری اظهار می‌نمایم و از خداوند همین رو آرزو می‌کنم که همین خیل عاقبت دانی و همین خیل دوستی و همین خیل رقابت ما هیچ کم نشود. من از فرصت استفاده بردم. من امروز 16 نفر وکیلان ناحیه سوق که از بین 63 از نام 63,000 اهالی سوق برای سفر حج راحت گرفته از روی امتیازهایی که از طرف حکومت ما و پرزیدنت ما به اینها داده شده است رفته ایستادند. اولین بار از نام خودم، از نام دیوان حاکمیت ناحیه، از نام تمام رهبریت کارخانه تشکیلات ها و اجازت فرمایید از نام تمام خلق سوق برای با این
سفری شرفناک میسر شدنتان صمیمانه مبارکباد می‌نمایم. به همه شمایان پدران و مادران که شما امروز برای سفر حج رفته ایستاده، اولین بار صحت سلامتی عمر دراز و از خداوند همین رو التجا میکنم که زیارت حج شما را به درگاهش قبول کند. در با احسان امان همون همه عملهایی که در نزد شما ایستاده است با موفقیت به آخر رسانیده، باز به نزد خلق خود با عائله و با فرزندانتان همچون با عنوان حاجی بابای و حاجانه برگردتان. من با همین بختیار من که همچون من هم یک فرزند شما، همچون ساکن همینجا من امروز در ناحیه ما با تبریکی همین با سفر روندگان میسر شده ایستادم، همین را فخر کرده گفتنیم که من بعد مستقلی ریسپوبلیکا ما صف حاجیانمان قریب که 140 نفر برسیدم. این هم یکی از نشانه های سیاست عادلانه پرزیدنت ما روز از روز بلند شدن حیات فراوانی که خلق ما میدانم. من از شمایان همین را التماس میکنم و آرزو میکنم که عملهای در نزد خود ایستاده را با موفقیت به عمل تطبیق نموده. من چطوری که در بالا گفتیم و نزد عائلتان و نزد خلقتان ما با عنوان حاجی برگردیتان و هنگامی در سفر حج بودن همچون فرزند عزیز سرخ زمین بودن را، همچون وکیل خلق ولایت فرغانه و همچون از نام ریسپوبلیک ازبکستان رفتن و نام شرفناک ریسپوبلیک ازبکستان من را در نزد جهان باز بالای بلند برداشتن با عملهای نیک نمونه‌وار شده آمدنتان را آرزو میکنم. بار دیگر همه شمایان را برای با سفر حج میسر شدنتان صمیمانه مبارکباد میکنم. با همه شما راه سفر و از خداوند التجا میکنیم که سفر حج شما را زیارت شما را به درگاهشان قبول کنم و از شما همین را التماس میکنیم که هنگامی با عمل برآوردن زیارت از خداوند برای ازبکستان تینجی، برای خلق ما فراوانی و برای خلق سرخ باز موفقیت ها را در همونجا از خداوند التجا نمایید. این سفر حجتان مبارک باد پدران و مادران عزیز. رحمت منصور جان دین بیان کنید. پدران مادران مهربان، هموطن و هزار رحمت من برای مدرسه کردن قبل جمعیتون قدم خوی مونده آمدیتون روز میشتون. من حاضر منصور جان همه گفته گفتن بین هزار رحمت خدا خواهد انشاءالله سپارشوی نگفته همشه بیرون میکنم. İnsanın müyesser ailesi Allah, onun şerafetiyle Bekson bu Karim Fıkhuduni Tağallah bana bana rahbar کرده آورده. من حج بر رسول جان داده و مودی هم شده من خدا راهبری من رایون مویا و حکومت مویا نوحیه مویا عمل حج اجرا کرده اومدم و تیار شدم. خدا خواهد از نوح الله خدا خواهد سلام میارم و خلق مسیحی آسودگی مسلمانان متفاوت می‌کنند و اینجا خدا خواهد اما من حج اجرا کرده شده وقت نسال نکنم خدا فرزندان باید لهم هم اتومات اینجی سلامتی انا همین روزه نازه هم اتومات خدا مناسب ندو باید ساق سلامت رفته اومده باید رحمت باید شما دیگری بیماری باید شما استفاده اینها باید همیشه 60,000 حرف سوخت بدانند که دسته‌های اینها در همه 60,000 حرف سوخت است. برای همین بازم یک از شما جمع کنم التماس می‌کنم که بجانب نباشید کدام عملهای نکنید. همین قاعده‌های سفر حج و عملهای حج و از صدق دل موافق نشاندادهای آدنگی باید حجنامه ادا کرده. البته به خلق ما انا همین شماهای بسیار کرده من همه خلق سوخت شماهای وکیل شده آمدن این بار البته شما شکر بیادت میگفتم که من همه خلق ما بدست من شماهای همین بازار کردن آورده من گیتیل کردم. انا همه منت دارش و البته همه عملهاتان
namozهای اولنگی نفل خواندگی تونده انم خلق آبادش و خلق تینجش و عثمان ازبکستان مصفوقش و دولت‌های اولنگی رهبریتش و موندن در رایان همه رهبریتش و همه انم خلق ما البته دعاهای بجو می‌برتون همونها یک قطار دوگرگی و همه میرسیدس میبروند ساعت حاضر اینها تونان تکشم همین شماهای رهی دور رهی صحبه شما که اینجا رهبریت خدا شکر انسان انا افدام و ایلیک باشه من با هدا کننده برده آوردن به اینا رهبری میکنند و خیلی تابو افراد ها باشد خیلی خوش کرد و دید داد حاضر آمده یک نفر اینجا کامپیوتر اول سفر می‌دید افشین اینها آوره شده نرفتن هیچ جانده شماهای هیچ کار اینها پشت گذرانه کرده ولی اگه دوادوی کرده همین باید سفر بدن بیخطر شده معلوم نمی‌داد با خودم برای صداقت ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انا همین ملک مکانان که داشته گویا خدا رحمت کند من همین دوره نشتگی هم باهاتونه هفت اولادی که داشتگی پدر مادراتونه فرزندایی که داشته گویا خدا رحمت کند جوهاشون جنت کند آخرشون آباد کند ایمانشون همراه کند هواهای از جای جنت خدا مناسب بیند اربازان صاف شدن من همه حجوهای من همه دوران داشتگی هم باید تربیه کند من همه دوران داشتگی هم باید تنی جلوتون ساخت کند تنی جلوی بچه کچاتون ساخت کند حیات نقص حیات شیرین تینجه امانگری خورسندی وقت چاکیگریه هر یک تاتون درگاهتون و خدا مناسب بیند الهی دل پریشانی نکند من همین سال 5000 عوض میبرد که حجی های تنی جلوش ساخت کند ساخت بده سلامت بیارد در قطار هوای من از سوق 16 تا میبرد که حجی تنی جلوش ساخت کند همه یک شویشی کاراش نتید رواج کاراش نتید اخوری کاراش بخر کند در شهرهای مسافر در راههای پرخطر هر بلاها آفتکا همه در قطار کن خدا نگه داره راه سفیدیت خیراتی که اگوشد حجاهایی که اگوشد خدا با درگاه عظیمش قبول کند من همین دوران داشته که هم باتانم بعد همین روزای شمایم خدا مناسب دیده اما پنجم فرد خدا و شمایم خدا مناسب دیده اگر تو ساقط که آمده صفحه حجه بسیار کندن بعد همین روزا هم آمایم بسار بسیار بچه کچه ما یک دیگر مسجد نکنند مهر اوقات رفت آمایم کنده نکنند موندگاهی در فدای عظیمش نگه دارد همایم ساق بردن سلامت بیارد الله اکبر رحمت کلان هم اوتون نوشم همون های بیر ملال برامده برفتن شما امکانیت داده یا جهات نفت آیا؟ یعنی این صحب باش برو دونه که مای اودم و وگرانی ها برو ولی که اودم با سمکه اورشونه گشتی سمکه گیتی سمکه که نمونت گفت